سلام سلام سلام، وقت بخیر. انشالله که خوب باشین، صحتمند باشین، سر حال باشین. خوش آمدین. بر شما پرده برجسته آوردیم. بالشتای متفاوت آوردیم، با دیزاین های مختلف آوردیم، با نام و نشان مختلف از کمپانی مختلف جهانی براتون آوردیم. سه پرده را که میخوایم امروز براتون معرفی بکنم با نام شینل هستی و شما از عطرش استفاده کردین، از پالیناش استفاده کردین، از لباساش استفاده کردین. امروز میخوایم که براتون پردهش معرفی بکنم. امیدوار هستم که برنامه طرف توجه شما قرار بگیره و شما میتونین که اینا را روی رنگ‌های مختلف خریداری بکنین و همچنان میتونین که سالن‌هاتون مقبول و زیباتر و شیک‌تر تزیین بکنین و همچنان میتونین که خوبتر برای دوستانتون معرفی شوین. خب نمود رقم اگر لباس میپوشین مشما برای شما شخصیت میبخشن، نمود رقم اگر پرده و توشک و بالش شما مقبول تر باشن، نمود شخصیت خانوادگی شما را بالا میبره. شما میتونین که اینا رو روی رنگ‌های مختلف انتخاب بکنین، سفارش بدین از طریق پرده پیج. ان شاء الله براتون روان میشه و در سراسر جهان خدمات پستی است و ان شاء الله بر شما روان میکنیم. باشه چیزی که دیگه براتون زوم بکنیم که این گلکارا که میبینین خودش مکمل گلای برجسته است که روی خود پرده کار شده. یا تصویر منظم خود از این پرده که شما میتونین روی رنگ‌های مختلف سفارش بدین. میریم به پرده بعدی که همسایه از این پرده است. این هم از جمله کارهای سبز یا پرده‌ای که معمولا به نام پرده‌های جیل یا جیل بخمل یاد میشه، برای خانمایی که میخوان پرده بخمل داشته باشن. یا مکسید بسیار قشنگ و زیبای قالینچه‌ای سلطنتی است. معمولا بعض دوستان مثلا میخوان که پایشون بند نشن، باز دو صورت میتونن که از این توشک‌های مقبول خریداری بکنن. رنگاش مختلف است و همچنان دیزاینش هم میتونن که مختلف انتخاب بکنین. فقط ما خواستم براتون دی برنامه فقط روی امی تمرکز بکنم و انشالله که دیگه دیزاینش هم دیگه رنگاش هم موجود است که با شما میتونین بخیر از نزدیک بین خودتون خریداری بکنین یا از طریق کابل اسکای نه بلکه از طریق پرده پیج میتونین که اینا را سفارش بدین و همچنان خریداری بکنین. این هم از دو پرده مقبوله که براتون معرفی کردم، یک تصویر و شما میتونین که اینا را سفارش بدین. من به پرده بعدی که ایره به نام جالی سیمی میگن که از جمله کارکای عربی می باشه. همراه خود یادن بالش بسیار مقبول داره، یادن لولا بالش بسیار مقبول داره و همچنان تکیش هم تکی خیلی خارق‌العاده مقبول زیبا که به این شکل است. شما میتونین سفارش بدین و همچنان یا هم لولا بالشش و همچنان توشک بسیار زیبا و قشنگش. اینا برای کسایی که خوش سلیقه هستن میتونن که سفارش بدن و همچنان میتونن که از ما با طریق آنلاین خریداری بکنن. انشالله پرده بعدی است که انشالله براتون معرفی میکنیم در لابلای برنامه. ما امیدوار هستم از این برنامه که بر شما معرفی کردم این پرده قشنگه شما انتخاب کرده باشین و میتونین که با آنلاین هم خریداری بکنین. یا از جمله پرده‌ای که با نام پرده گل یاد میشه یا هم تقدیم باشه برای شما و برنامه ما هم رو به اختتام است. ما امیدوار هستم که انشالله این پرده قشنگ برای خانه های قشنگتون خریداری بکنین و ما هم باید برم خداحافظی بکنم. وقت شما بخیر، لحظتون خوش، در خانه خداوند باشین، آباد باشین. بای بای.